با سلام خدمت به همه دوستداران و همراهان وینترفل. قبل از شروع ویدیو نکته رو اشاره کنم در مورد ویدیوها. بعضی از ویدیوها و داستانهای دنیای نغمه از جمله همین ویدیو آنچنان اطلاعاتی در موردشون نیست و بسیار کوتاه میشن. اما میشه اونا رو همراه به تئوری‌های مرتبط همراه کرد و ویدیوها رو بلندتر کرد. پس لطف کنید نظرتون رو در خصوص اینکه ویدیوها به شکل جدا ولی کوتاه یا همراه یکدیگر ولی بلندتر باشه رو با ما زیر همین پست به اشتراک بگذارید و توی نظرسنجی که الان داره توی کانال برگزار میشه در مورد طول ویدیوها هم شرکت کنید. ممنون از همراهیتون و بریم سراغ داستان قبرکن. وینترفل مرجع تخصصی ترجمه کتاب‌های نغمه آتش و یخ تقدیم می‌کند. در دنیای نغمه آتش و یخ رازهای بسیاری توی پس‌چهره‌ها و شخصیت‌های آشنا نهفته شده. یکی از این رازها که همچنان ذهن خوانندگان رو به خودش مشغول کرده، سرنوشت مبهم ساندور کلگین هست یا همون سگ شکاری. مردی که توی نبردها به عنوان یکی از بی‌رحم‌ترین و قوی‌ترین جنگجویان وستروس شناخته می‌شد. ولی بعد از زخم‌های کاری و لحظات سختی که از سر گذروند، زندگی اون به طرز عجیبی دستخوش تغییر شد و شاید حتی هویت جدیدی پیدا کرد. ماجرای ساندور کلگین زمانی ملموس‌تر میشه که در یکی از لحظات تاثیرگذار داستان، آریا استارک که همراه با ساندور در سفر بود، پس از یک نبرد سخت اون رو در حالی که زخمی و درمونده بر روی زمین افتاده بود رها کرد. آریا با نگاهی آمیخته به خشم و انزجار از کنار ساندور عبور کرد و به درخواست‌های ساندور برای یک مرگ راحت‌تر توجهی نکرد و وی رو به حال خودش گذاشت تا با درد و زخم‌هاش تنها بمونه. سرنوشتی که به نوعی پایانی برای ساندور کلگین به حساب می اومد. اما آیا ساندور واقعاً مرده یا داستان اون در مسیر جدیدی ادامه یافته؟ بسیاری از طرفداران باور دارن که ساندور ممکنه از اون شرایط جون سالم به در برده باشه و اکنون به عنوان یک مبتدی در صومعه جزیره آرامش یا همون کوایت آیل به زندگی ادامه بده. در این صومعه برادر بزرگ که خودش در جنگ تایدن زخمی و به شدت آسیب دیده بود میگه که در اون نبرد مرده، اما به گونه‌ای دوباره متولد شده و اکنون زندگی آرامی رو بدور از خشونت‌های گذشته آغاز کرده. این جمله اشاره‌ای استعاری به مرگ معنوی اون و ترک گذشته‌اش داره و به نوعی این امکان رو ایجاد میکنه که شاید ساندور نیز به همین شکل گذشته خشونتبار خودش رو کنار گذاشته و هویت تازه‌ای در این مکان یافته باشه. این تئوری با اشارات جالب دیگری نیز تقویت میشه. برین تارس زمانی که در جزیره آرامش حضور داره، مردی غول‌پیکر و قبرکن رو مشاهده میکنه که صورتش رو با پارچه‌ای پنهان کرده. اون در مقایسه با سایر افراد صومعه به طرز چشمگیری دورش اندامتره، به گونه‌ای که حتی از خود برین نیز بزرگتر به نظر میرسه. از طرفی این قبرکن به طرز عجیبی زخمی داره که در حال بهبودیه و این زخم شباهت زیادی به همون جراحتی داره که ساندور در نبرد مهمانخانه توی 4 راه به دست آورد. این قبرکن همچنین به یک سگ دستی از سر مهربانی میکشه که این حرکت برای بسیاری از خوانندگان نشانه مستقیم از شخصیت سابق اون به عنوان سگ شکاری به حساب میاد. از طرف دیگه اسب سیاه و وحشی ساندور به نام غریبه یا همون استرنجر که تنها اون قادر به کنترلش بود در این مکان دیده شده که البته با نام جدید دریفت وود شناخته میشه. این حضور گواهی بر احتمال زنده بودن ساندور و وجود اون در این صومعه است. این موضوع ذهن خوانندگان رو به سوی تئوری زندگانی دوباره اون میبره، گویی که ساندور کلگین در چهره و نامی جدید و دور از گذشته‌اش زندگی میکنه. اما نکته جالبتر این هست که برادر بزرگ زمانی که با برین صحبت میکنه بیان میکنه که سگ شکاری مرده، اما برخی معتقدن که منظور اون نه مرگ فیزیکی بلکه مرگ نمادین جنبه خشونت آمیز و تاریک شخصیت ساندوره. برادر بزرگ به نظر میرسه که سگ شکاری رو تنها یک بعد از شخصیت ساندور میبینه. همونطور که در باورهای مذهبی وستروس کفاشی بزرگ تنها یک بعد از وجود خدای آهنگر به حساب میاد. شاید اون به این شکل میخواد بگه که ساندور بخشی از خودش رو از دست داده اما به نوعی زندگی جدیدی یافته. شاید اون همچون برادر بزرگ بخش خشونتبار زندگی خودش رو کنار گذاشته و با چهره جدید به حیات خودش ادامه میده. با وجود این شواهد برخی معتقدن که ساندور واقعا مرده. برادر بزرگ به برین اطمینان میده که اون شخصا قبرش رو ساخته و میتونه محل دفن اون رو نشون بده.
اما طرفداران نظریه قبرکن باور دارن که این جمله نیز استعاریه. گویی که برادر بزرگ تنها جنبه تاریک و خشن زندگی اون رو دفن کرده و نه جسم اون رو. برخی حتی بر این باورن که ممکنه برادر بزرگ بخشی از بدن سندان رو به دلیل عفونت و جراحت شدید بریده باشه، اما این به معنای پایان کامل اون نبوده. در آخر، آیا سندور همون قبرکن خاموش و درشت اندام جزیره آرامشه که با هر قبر گویی در حال جبران خشونت‌های گذشته و بازخرید گناهان خودشه؟ یا اون واقعا از زخم‌ها و گذشته تلخ خودش رها شده و با آرامش صلح دست یافته؟ در نهایت این نظریه همچنان بی‌پاسخ باقی مونده و معمای دیگر در دنیای وستروسه که ذهن خوانندگانش رو به خودش مشغول کرده. جورج آر مارتین با این راز و رمز بار دیگر نشون داده که در دنیای اون مرگ و زندگی میتونن معنایی فراتر از صرفاً حیات جسمانی داشته باشن و هر شخصیت ممکنه با هویت نو و نقشی تازه در دنیای تاریک وستروس باقی بمونه.